خاطر بسیار سهولت‌ها رو به ما ایجاد میکنه در خارج از کشور، در داخل از کشور و بسیار سهولت‌ها مانند پاسپورت گرفتن. ما میتونیم به بسیار آسانی پاسپورت بگیریم و در هر جای که تذکره ما نیاز شود ما میتونیم به بسیار سهولت یعنی استفاده کنیم. ما تقاضا دارم از آنها که بیاین و با این روند بپیوندن و تذکره الکترونیکی اخذ کنن، چون باعث پیشرفت مملکت ما و جامعه ما میشه و یک سیستم پیشرفته است. به خاطر این کمک میکنه، به خاطر شفافیت و یک آینده درخشان، به خاطر دیجیتال سازی خود سیستم کشور میتونه فساد کم کنه، شفافیت به وجود بیاره و یک آمار درست از نفوس کشور ارائه کنه. پیام ما به سایر شهروندان هم میسته که اونا کوشش کنه که تذکره الکترونیکی اخذ کنه تا در شفافیت سازی افغانستان یک سهم بگیره. پیام من میست که بیاین تذکره بگیرن، حال بهتر شده، توزیعش سهولت شده برای مردم، بیاین تمامشون بیاین بگیرن تذکره. پیام ما فقط همیست که بیاین عکس کنن تذکره. احساس خوشی آمدیم که تذکره که به اصطلاح افغان بودن ما رو تثبیت میکنه، به خاطر ما احساس خوشی داریم.